سلام، خسته نباشید. آقای فرزاد وزین، دل برات تنگ شده. خودت کجاست؟ تو خودت کجاست؟ دل برات تنگ شده. تو چرا که اسم خانم شیوا کاکاوند، چرا ازدواج 2011 کردی؟ چرا کار میکنی؟ دخترت اسمش چی بود؟ گلسا دلشا میاری. من دوبله ژیلا کیانی هستم. من خیلی دوستت دارم. من عاشق توام. نامه موبایل گذاشته برات، میتونستی ببری. تو چرا خودت که کنسرت شهراز تو رو ندیدمت؟ تو چرا همش غیبت میزنی؟ تو رفتی در پشت این هست. تو رفتی. تو خیلی مرد خوبی هستی. چرا خودت میکنی؟ اگه که آقای بهرام ماکن، آقای فرزاد وزین، اگه میخوا برم، مامانم خواهرم من 3 نفر میریم تور کیش، جزیره کیش برم، تو چیکار میکنی؟ بیزار میشی. من همطور بیمار میشم. کسی ندارم. تو رو دارم. عاشقتم. همیشه به من دوستم داشتی. بچه های موسیقیت چرا اونا رفتن؟ چرا که به غیبت میزنن؟ چرا کار میکنی؟ شبکه موزیک، رادیو جوان، چرا اینجا رفتی به من غیبت زدی؟ رفتی. من اشتباه کردم. من از تو حاملم. برماکم. تو چرا که خانم لینا کیانی نامزد کردی؟ ولی به من دوستم نداری. مادر سینا باشم. من چی؟ من دوبله ژیلا کیانی هم. چرا اینجور میکنی؟ حلقه ازدواج محکم به من دست نکردی. کی میای پیش من؟ بغلم نکردی. حواست کجا بود؟ دوستم نداری. اگه من کانال یوتیوب بذارم، تو میشه یا نه؟ یا نه؟ یه سال چشم میخوام عمل کنم. دردارم ببین خوشکه کردم. نگاه دیدی؟ خانم گلسا چی؟ بدلی. ببین چیکار کرده؟ نگاه خراب کرده. کی تمام بشه؟ خسته شدم. ماما میگه که چرا من میخوام خواننده بشم، میگی که سوزش میکشی. داداش مامان اینجاست. ای کاش میرفت خارج و خروج نباید بشه. مامان من اشتباه کرده. درست نیست. همین تمام. خوشا نمیاد.